سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز یه پیچبند محبوب از ماکیتا داریم، 6327 دی. یه پیچبند خیلی خوش دست و با کیفیت و پرطرفدار. میخوایم بریم تجهیز سلولش انجام بدیم. خب ببینید، باتری اورجینال خود دستگاه برند سانیو هستش و 600 میلی آمپر از نوع نیکل کادمیوم هست. خب ما اینو میدیم با سلول خودمون جای بدیم. سلولی که ما استفاده میکنیم سلول 1800 میلی آمپره، برند MRT و مال 4/2024 هستش تاریخ ساختش. یعنی قدرت هر سلول این 3 برابر هر سلول این و یه چیز فوق‌العاده قدرتمندی میشه. نوار نیکل و طبق خود کیفیت جیشو ببینید، هیچ سوختگی نیست، کاملا کیفیت سالم جوش رو ببینید. برای اینکه موقع لیمکاری به مشکل نخوریم ما از چسب نسوز استفاده میکنیم. حالا ما برای اینکه بتونیم از سوکت خود دستگاه، سوکت شارژش استفاده کنیم، یه راهی داریم که این پلیت ها رو از روی این باتری بکنیم و لحیمشون کنیم به این پلیت ها. ما برای دوستانی که نیاز به باتری این دستگاه دارن این پک ها آماده میکنیم. این پک با اتصالات و سربندی به صورت استاندارد براتون آماده میشه، ارسال میشه. شما فقط میتونید این پلیت ها از رو خود باتری اصلی جدا کنید و روی اینا لحیم کنید و به راحتی داخل این سوکت ها قرار بدید. مثبت به پلیت مثبت. خوبی این کار اینه که پلیت ها به صورت فابریکش جا میره و دیگه نیازی به دستکاری و لحیمکاری اضافه و اینا نداری، خیلی راحت میره سر جاش. سیم ها رو حتما از جای مناسب رد کنیم که آسیب نبینه موقع پیچ بستن. پلیت باتری راحت میره سر جاش بدون هیچ مشکلی. خب یه تستم بگیریم. مثلا نمیشه نگرش داشت، اینقدر قدرتمنده. خب اینم از ماکیتا
6723 دی. امیدوارم خوشتون اومده شه. به دوستانی که نیاز دارن این پست رو بفرستید و ممنون از شما.